فکر کردید اگر بتونید ذهنتون رو مثل یک کامپیوتر برنامه‌ریزی کنید زندگیتون چقدر متفاوت میشد؟ اینم میدونستید که ذهنتون قابلیت این رو داره که به شما کمک کنه به هر چیزی که میخواید برسید؟ یا اینکه هر وقت که خواستید میتونید افکار منفی رو خاموش کنید و به جای اونها افکار مثبت و انگیزشی رو روشن کنید؟ بله، این امکان پذیره. امروز میخوام تکنیک های قدرتمندی رو بهتون یاد بدم که بهتون کمک میکنه کنترل ذهنتون رو به دست بگیرید. پس تا آخر این ویدیو با من باشید تا رازهای کنترل ذهن رو با هم کشف کنید. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. ذهن ما مثل یه باغ میمونه که اگر ازش مراقبت کنیم گل‌های زیبایی درش رشد میکنه و اگر نه علف‌های هرز همه جا رو میگیرن. تونی رابینز، یکی از برجسته‌ترین سخنرانان انگیزشی در زمینه کنترل ذهن، تکنیک‌های متعددی ارائه داده که با یادگیریشون میتونی هر شرایطی رو مدیریت کنی و به زندگیتون نظم بدی. یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌های کنترل ذهن تمرین تنفس آگاهانه است. وقتی احساس می‌کنید که ذهنتون شلوغ و پراکنده است، چند دقیقه وقت بذارید و به نفس کشیدنتون توجه کنید. مثلا چشمانتون رو ببندید و یه نفس عمیق بکشید. هوا رو تا جایی که میتونید وارد ریه هاتون کنید و بعد به آرامی بیرون بدید. فقط روی نفس کشیدنتون تمرکز کنید. هر وقت فکری به ذهنتون اومد به آرامی توجهتون رو به نفس کشیدنتون برگردونید. همین الان امتحان کنید و چند دقیقه وقت بذارید و تمرین تنفس آگاهانه رو انجام بدید. نتایجش رو با من در کامنت ها به اشتراک بذارید. تونی رابینز معتقده که تغییرات واقعی و پایدار ابتدا باید از درون شروع شوند. برای تغییر زندگیتان باید به درون خود نگاهی بندازید و باورهای خود رو که شما رو محدود میکنن تغییر دهید. ذهنیت مثبت و باور به توانایی‌های خود کلید تغییرات مؤثر در زندگی هستند. تکنیک ساعت ذهنی به معنای تخصص دادن زمان خاصی برای تفکر، تمرکز و تجسم مثبت. در واقع تصویرسازی ذهنی یا تجسم مثبت از روش‌های قدرتمند کنترل ذهن. هر روز زمانی رو برای تجسم اهداف و تجزیه و تحلیل وضعیت خود اختصاص دهید. این زمان به شما کمک میکنه تا بر اهداف خود تمرکز کنید و انگیزه‌تان رو حفظ کنید و ذهنتون رو به سمت اهداف مثبت هدایت کنید. برای این کار یک تصویر مثبت انگیزشی در ذهنتون ایجاد کنید. مثلا تصور کنید که در ساحل گرم و آفتابی هستید یا در حال رسیدن به یه هدف بزرگ. تمام جزئیات این تصویر رو به ذهنتون بیارید. صداها، بوها، احساسات و هر چیزی که میتونید تصور کنید. همین حالا انجامش بدید و چند دقیقه روی اون تصویر تمرکز کنید. اگر تا اینجای ویدیو با من هستید ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید. مانتراها جملات کوتاه و قدرتمندی هستند که میتونن ذهنمون رو به سمت انرژی مثبت هدایت کنن. برای این کار یه جمله مثبت و انگیزشی انتخاب کنید. مثلا من قدرتمندم یا من میتونم. این جمله رو چند بار در طول روز با خودتون تکرار کنید. میتونید این کار رو در زمانهای مختلفی انجام بدید، مثل صبح‌ها قبل از شروع روز یا شب‌ها قبل از خواب. برای تغییر سریع حالت ذهنی تکنیک پرانا از تکنیک‌های تنفسی و فیزیکی هستش که بهتون توصیه میکنم حتما انجامش بدید. هرگاه احساسات منفی به سراغ شما اومد، با تغییر وضعیت بدن و تنفس میتونید به سرعت ذهن خودتون رو تغییر دهید و به حالت ذهنی مثبت برگردید. امروز با هم یاد گرفتیم که چطور با تکنیک‌های تنفس آگاهانه، تجسم مثبت، استفاده از کلمات قدرتمند و تغییر وضعیت بدن و تنفس ذهنمون رو کنترل کنیم. این تکنیک‌ها رو مرتب تمرین کنید و ببینید که چطور زندگیتون تغییر می‌کنه. ممنون که تا اینجا با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. نظراتتون رو هم در کامنت ها بنویسید و تجربه هاتون رو با من به اشتراک بذارید. همچنین اگر سوال دارید حتما تو کامنت بپرسید. تا ویدیوی بعدی موفق باشید و یادتون نره که ذهن شما قوی ترین ابزار شماست.